وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داد که عظیم ابراهیم و نماینده وکالتدار کورپوراسیای ریلوی وجو چیژانلیان روز 25 نوامبر قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن ساختمان 4 قطعه شاهراه‌ها در ولایت سوخت با درازی عمومی 51.2 کیلومتر و بنیاد 11 کوپروک یا پول نو به این شرکت خطایی سپرده می شوند. مرکز مطبوعات وزارت نقلیات تاجیکستان گفت این راهها در دایره لایحه مرحله 4 برنامه بهتر نمودن راههای علاقه منطقوی در آسیای مرکزی به مبلغ 56.6 میلیون دلار آمریکایی بنیاد کرده می شوند. وزارت نقلیات تاجیکستان از پیمانکار انتخاب شده دعوت کرده است که کارهای ساختمانی طبق طلبات معیاری باید با صفت و در مهلت معین گردیده انجام داده شوند. او همچنین تاکید کرده است که در جریان تطبیق لایحه پیمانکار باید کارمندان بلند اختصاص مهندس تکنیکی را جلب نموده 90% کارگران لایحه را باید از حساب متخصصان محلی به کار گیرد. وزارت نقلیات درباره منبع‌های مبلغ گذاری این لایحه چیزی نگفته است، ولی قبلا گزارش شده بود که بانک جهانی در چارچوب طرح مرحله 4 برنامه بهتر نمودن راههای علاقه منطقوی در آسیای مرکزی به تاجیکستان 132 میلیون دلار کمک جدا کرده است. سالهای آخر تاجیکستان با سازی اکثر راههایش را به مبلغ صدها میلیون دلار به شرکت‌های خطایی واگذار می‌کند، از جمله با سازی راه‌های چون شاهراه دوشنبه خوجند چنوق، دوشنبه وحدت لخش، دوشنبه باختر و بنیاد نقب‌های شرشر و شهرستان را شرکت‌های خطایی انجام دادند.